جامعه بهائیان ایرانی در اون روزها همون لیبر دی ویکند در شیکاگو الان 21 سال کنفرانس دارن. نه نمیدونستم. کنفرانس دوستداران فرهنگ و هنر ایرانی. بله بله. و سالی چندین هزار بهایی از سراسر دنیا میرن و در اونجا شرکت میکنن. بله. اما هیچ ارتباطی نه بنیاد فرهنگی مهرگان به اون کنفرانس داره و نه اونها به اینجا دارن. نوع برنامه ها، نحوه اجرا کاملا متفاوته. مال ما 100% به اصطلاح آموزشی و غیر سیاسی، غیر مذهبی و غیر انتفاعیه. ما پرچم به کار میبریم، از سرود ایران استفاده میکنیم و سعی میکنیم که ایرانیت را در درجه اول اهمیت قرار بدهیم. اگه غیر از این بود اون وقت من شما رو اینجا بجز سوال میگرفتم. به هر حال خوشحالم که با جناب آقای دارم صحبت میکنم. امیدوارم که مطرح کردن بعضی از سوالات بتونه مشکلات عزیزانی که در این زمینه سوالی داشته باشند و حل کرده باشه. حالا ما به هر حال هنوز اجازه بدید که سوال دیگه هستش، من اینا رو مطرح کنم. بعداً اگر سوالی هم شما داشتید من از ایشون تقاضا میکنم که حتما پاسخگو باشن. آقای گفتین مهندس نگو چشم. حسن فیروزی. آقای فیروزی، من میگم فیروزی، مشکلات اساسی شما در برگزاری این گونه سمینارها چی میتونه باشه؟ شما که حداقل الان چندین سال روزنامه منتشر میکنید، 24 سال قربان، و الان هم که تلویزیون دارید میدونید. ببینید من نمیگم مشکلات، یه کارهایی هست که باید انجام بشه. مثلا ما باید بریم در یه جایی یک سال مناسب انتخاب بکنیم. بعدن با یکی از دوستان صحبت بکنیم. مثلا تا یادم نرفته امسال برای انتخاب سخنرانان خانم فرزانه ثابتان که خودشون جز سخنرانان هستن، آقای دکتر علی نیری و خانمشون خانم دکتر زینی که امسال جز سخنرانان نیستن، خیلی به ما کمک کردن. عده زیادی را آقای دکتر نیری معرفی کردن، با ایشون صحبت کردیم. این یک کار گروهی و همگانیه. ما هم نه به اصطلاح از کسی طلبکاریم و نه کسی جلوی پای ما فرش قرمز گسترانده بود که از کسی طلبکار باشیم. بنده به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک آذربایجانی، وقتی میبینم که این به اصطلاح استعدادشو دارم، این مرضشو دارم، خودم راه افتادم. یکی در خانم‌ها آقایونم با ما همکاری میکنن، همه به صورت افتخاری این کار انجام میدیم و از هیچ کس طلب نداریم. خب مشکلاتی هم داره جمع کردن ایرانی ها زیر یک سقف، اونم خودش یه مقدار واقعا خب مشکلات داره. ولی تا این مشکلات نباشه، تا افرادی زحمت نکشن، هرگز این جمع شدن دور هم میسر نخواهد کرد. بنابراین ما از همه افرادی که هزاران هزار ایرانی در عرض سالهای گذشته در این سمینارها ما شرکت کردند، آخر سر به همشون پرسشنامه دادیم جناب هوشیار نژاد. 90% بیشتر شرکت کنندگان از نحوه اجرای سمینار، محل برگزاری اون، بخصوص نون و پنیر و سبزی که میذاریم، خیلی اظهار رضایت کردن. خب پیشنهاداتی داشتن، انتقاداتی هم داشتن. هیچ چیز بهترین نیست. ما سعی میکنیم هر سال از سال قبلش یه ذره بهتر بکنیم. میگم همچین شما راجع به نون پنیر سبزی صحبت میکنید، همچین غذای ارزونی هم نیست. ولی ببینید من در جاهای دیگه نمیدونم، ولی من که اهل آذربایجانم، آذربایجانی‌ها وقتی بخوان یه سری دعوت بکنن میگن که گلیم بیزه با هم پنیر چرخ یاخ. این نون و پنیر یه حالت فرهنگی داره. بله بله. و اینی که وقتی هم اون خانم، من یه دفعه فیلمش گرفتم در یکی از این سمینارها نشون دادیم، چند تا خانمی از تصادفاً واشنگتن دی سی آورده بودن. شب قبلش تا نصفه های شب 10-12 نفر از این خانما داشتن سبزی پاک میکردن و این بسیار کار زیباست. ما ایرانی‌ها اغلب، من اینجا یه شعری دارم در خدمت شما، اینو منوال من نیست، نمیدونم، مثل اینکه آقای نوشته وقتی تنهاییم دنبال دوست میگردیم، پیدایش که کردیم دنبال عیبهایش میگردیم، وقتی که از دست دادیمش دنبال خاطراتش میگردیم و همچنان تنها میمانیم.
هیچ چیز آسانتر از قلب نمیشکند. من یه احساسی دارم عبارت از اینه که به علت مشکلات اخیر و آوارگی در کشورهای متفاوت و پناهنده شدن به کشورهای دیگر یه احساس بدبینی در ما به وجود آورده که این بیشتر از زیبایی ها به زشتی ها، بیشتر از کاردانی ها به کارندانی های هم توجه میکنیم و از همدیگه ایراد میگیریم. اگر شما منو زیر ذره‌بین بذارید 1000 تا ایراد خواهید پیدا کرد. خدا نکنه هستش، همه ما اینجوری هستیم. هیچ کس به اسلام مسئول از سهو خطا نیست. اینی که ما دنبال سخنران بی عیب میگردیم برمیگرده به یک مقدار از باورهای مذهبی. بله. چون باورهای مذهبی نهادینه شده، ما فکر میکنیم یه آدمی هم که میره اونجا صحبت بکنه باید معصوم باشه یا تبصره 14 معصوم باشه. هم چیزی نیست. تمام انسان ها لازم الخطا، واجب الخطا هستند و دارند. اما سخنران که میره راجع به مثلا این خانم دکتر ساناز الستی راجع به این تخصص پیدا کرده و تز نوشته و نمونه از کتابش هم به خانم اوباما فرستاده. این خانم با مجازات اعدام در تمام دنیا مخالفه. بله. آمارهایی جمع‌آوری کرده و ارائه خواهد کرد که اعدام باعث ترسیدن اون یکیان نشده، اعدام کاری را از پیش نبرده است. یا یه خانم دیگری هست به نام خانم نادیا شهرام، ایشون وکیل هستند. چند سال پیش بلند شدن رفتن به ایران و میخواستن چیزهایی را که در روزنامه و تلویزیون ها میشنون با چشم خودشون ببینن. رفتن به دادگستری، دادگاه های حمایت خانوارات دیدن، ازدواج های موقت رو دیدن و با ایرانیا صحبت کردن، مدارک و آماری جمع آوری نمودن و کتابی نوشتن به انگلیسی که باز ایشون هم نسخه از اون را به خانم اوباما تقدیم کردن. اجازه میدید یه حکایتی را که این خانم در یکی از این کتاباش نوشته براتون بازگو کنم، چون شما شاعر و پر احساسید خوشتون. نه حتما. ایشون از یه قصابی نام میبرن و میگن که یه آقا قصابی که در تهران مغازه داشت دید که خانمی اومده این دستون دست میکنه. وقتی که مغازه خلوت شد برمیگرده و به این میگه که من بچه هام الان چندین ماه گوشت نخوردم، شما به ما گوشت بدید، شما هر جور که دلتون بخواد من با شما کنار میام. بله. آقا قصاب با شرف شب میره جریان به خانمش میگه. میگه امروز همچه خانمی اومده بود. خانمش بلند میشه از روی آدرس نشانی‌هایی که داشته میره خونه اینا رو پیدا میکنه، در رو میزنه به عنوان ناشناس، وارد میشه و میبینه بله در این خونه چند تا بچه بزرگ و کوچک در نهایت فقر و فاقه زندگی میکنن. برمیگرده به شوهرش میگه که هرچه این خانم گفته دوسته، درسته. میدونی چی کار میکنن؟ خانمش میره دوباره در خانه اینه میزنه، میگه خانم شما تشریف بیارید، شوهر من به شما گوشت خواهد داد و تا ما زنده هستیم گوشت خانه شما را ما تأمین خواهیم کرد. من پارسال وقتی این جریان شنیدم اشک شادی از اینکه هنوز اخلاق، شرافت، لوطیگری، جوانمردی در گوشه های از کشور ما از بین نرفته، یک صندلی را به نام اون قصاب گذاشتیم در اول سالن و یک گل را از اول تا آخر سمینار جاش دادیم. گفتیم که این قصاب با شرف ایرانی جایش در سمینار ما خالی. یه همچه آدم هایی در این سمینار فرض کنید که آقای علی اکبر موسوی خوینیا که در دوره ششم ایشون وکیل مجلس بودن، ارادت دارم خدمتشون، ایشون تشریف آوردن و صحبت خواهند کرد. آقای بقیه اسامی اعضای شرکت کننده در سمینار رو اگر دوستای ما در وبسایت بخوانن خواهند دید که درسته اغلب اونا غیر از آقای شجره و آقای فرامرز فروزنده چهره تلویزیونی نیستن، ولی هر کدومشون به نوبه خود یکی از زحمتکشان به اصطلاح
نامآوران فرهنگ ایرانی هستند. بله. خانمی است به نام خانم زهره قهرمانی، ایشون دندانپزشک بودن، سالها در شیکاگو کارشون رو تمام کردن، آمدن بازنشسته شدن، در سندیگو زندگی میکنن. کتاب بسیار زیبا و مؤثری نوشتن که در میان 9000 نفر به مرتبه به اصطلاح فاینال رسیده و بین این 3 نفر خوانندگان قضاوت خواهند کرد که هر کدومشون جایزه اول را ببرند و این مربوط به جامعه ایرانی است که به وبسایت ما مراجعه بکنه، اسم این خانم دکتر زهره قهرمانی را پیدا بکنه، با بیوگرافیشون آشنا بشه و بعد کتابشون و اطلاعاتش رو به دست بیاره و رأی بده. ببینید این کارها کوچکه، جزئیه، ولی وقتی روی هم انباشته میشه باعث افتخار جامعه ایرانی میشه. بله بله. خب قربان، حالا شما از کسانی که در این سمینار شرکت میکنن حالا چه انتظاراتی شما دارید ازش؟ ما ازشون بسیار ممنون و سپاسگزاریم. اینا میتونن اون 3 روزی را که تشریف میارن سمینار برن لاس وگاس، برن جاهای دیگر. بله. آمار نشون داده که از هر 1000 نفر 1 نفر اهل سمیناره. بله. یعنی یک انسانی اینقدر به خودش محبت میکنه که اولا 3 روز به خودش مرخصی میده. بله. به خانمش 3 روز مرخصی میده، آشپزخانه تعطیل. اون وقتی در سندیگو بود من به آقای دکتر رونقی گفتم که شما در هتل جا گرفته. این گفت برای چه هتل بیای، ما که خونمون نزدیکه. گفتم 3 روز به خانمتون مرخصی میدید، آشپزخانه رو تعطیل میکنید، میایید در هتل، وقتی که برنامه تمام شد با 1 دگمه میرید اتاقتون و استراحت میکنید. بله بله. این تشکر ما از اونایست که شرکت خواهند کرد و انتظار داریم که با تمام امکاناتی که برای ما بوده و همچون به سالنی را گرفتیم، سخنرانانی را گرفتیم، اونم تشریف بیارن شرکت بکنن تا ما هم به وظیفه اخلاقی و وجدانیمون که بر اساس قانون وظیفمون به وجود آوردن این سمیناراست عمل کرده باشیم. 100%. بسیار ممنون. میخواستم حالا ممکنه یه عده‌ای واقعا وقت مثل بنده نداشته باشن. آیا شما این برنامه‌ای که اونجا اجرا میشه به صورت نوار در میارید که بعداً بتونن دیگرانی که وقت نداشتن یا به دلایلی نتونستن در این سمینارها شرکت کنن ازش استفاده کنن؟ من امیدوارم شما وقت بکنید و تشریف بیارید، گرچه ما همه اینا را روی نوار تیپ میکنیم و چون اینا تاریخ مصرف نداره. مثلا فرض کنید که ما راجع به سمینار آزادی، راجع به عدالت اجتماعی، هویت ایرانی و امثال همه این نوارا رو ضبط کردیم و موجوده. اما در اون محل با هم بودن این حرف ها را شنیدن یک لذت دیگری. من یادم میاد در یکی از این سمینارها، این 1-2 بارم گفتم، یه خانمی روی صندلی چرخدار از کویت اومده بود و وقتی من استقبال کردم یه شاخه گل دادم، گفتم میتونم بپرسم انگیزت چی هست که این همه راهو با این روی صندلی چرخدار اومدی؟ گفت من به خاطر آقای بهرام مشیری اومدم. من رفتم آقای مشیری پیدا کردم آوردم. آقای مشیری وقتی با این خانم روبوسی میکرد باور بفهمه به حنای صورتش اشک میریخت. این احساسا را در اون سمینارا میشه به دست آورد. به هر حال عرضم بزرگتون که در مورد جوانان شما اصلا هیچ حرفی نزدید. واسه اونا میخواین چیکار کنین؟ چون میدونی که الان دیگه دنیا دست نسل جوانه و اونها باز آینده رو بسازن. شما در این کاملا همینطور هست. ما از اولش هم به مسئله جوانان توجه داشتیم و همیشه سعی کردیم که وسایل شرکتشون رو بیشتر فراهم بکنیم. مثلا در تمام سمینارهایی که داشتیم قیمت برای دانشجویان نصف بهاست. اما مشکلی که در مورد جوانان است مسئله هتل، بلیت و امثال. میدونید اغلب جوانان دانشجو هستن. دانشجو هم پدر مادرش هرچه امکان داشته باشه خودشون امکان کمتر دارن. اینی که ما هر سال متوسل میشیم به یک عده از خانم‌ها و